بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه راجع به تعریف توزیع یه مقدار صحبت کردیم و اینکه توزیع رو چجوری بسازیم. طبق اون تعریف توزیع عبارت بود از یک تابعی خطی پیوسته. خب تابعی رو تعریف کردیم، خطی بودن هم که روشنه، پیوسته بودن هم واسه تابعی تعریف کردیم و اینکه گفتیم که با تابع های موضعاً انتگرال پذیر لوکالی اینتگربل میشه توزیع ساخت و به این توزیع که از این تابع موضعاً انتگرال پذیر ساخته میشه میگیم توزیع منحصر. خب به مثال بزنم. ببین تابع موضعاً انتگرال پذیر منظور اینه که همین کلمه‌ای که اومده موضعاً انتگرال پذیر باشه، یعنی به طور موضعی قابل انتگرال گیری باشه. یه تابع ممکن انتگرالش از رو کل فضا بشه بی نهایت، ولی ما رو کل فضا منظورمون نیست، به طور موضعیه توی ناحیه محدود. اگه من یه ناحیه داشته باشم از اینجا تا اینجا، تابع من حالا هر شکلی باشه، اگر سطح زیر منحنی این یه مقدار محدودی شد به این میگم تابع موضعاً انتگرال پذیر. تابع میتونه ناپیوسته باشه، حتی میتونه بی‌نهایت شه، ولی اگر بی‌نهایت شدنش منجر به این نشه که سطح زیر منحنیش بی‌نهایت شه. ممکنه تابعی کند به سمت بی‌نهایت بره، انقدر کند بره که سطح زیر منحنیش محدود بمونه، مثلا x به توان منهای سوم. این تابعی که تو صفر بی‌نهایت میشه، ولی انتگرالش من از صفر مثلا تا یک بگیرم میشه x به توان 2/3 و از صفر تا یک یا 3/2. از صفر تا یک سطح زیر منحنیش محدوده، یه مقدار معین و محدوده، بی‌نهایت نمیشه. یه تابع ناپیوسته، تابع پله، تابع یک پیوسته نیست، ولی حتی اگر اون ناحیه انتگرالی شامل نقطه ناپیوستگی بشه، اگر اون ناپیوستگی جوری نباشه که سطح زیر منحنی بی‌نهایت شه، مثلا تابع پله عادی، باز اون تابع موضعاً انتگرال پذیر. خب پس اگر من یه تابعی داشته باشم که انتگرال در واقع تعریفی میشه انتگرال f(x) dx اندازه این توی ناحیه محدود این کوچکتر از بی‌نهایت باشه، این تابع میشه تابع موضعاً انتگرال پذیر. و اون جلسه هم راجع به حرف زدیم که اگر مثلا توی ناحیه خیلی کوچیکی از این انتگرال بگیریم در حد اپسیلون به سمت صفر، من میخوام این بشه صفر. خب با این میشه همیشه توزیع ساخت. خب بیام این خواصی که اینجا بود و چک کنیم. خطی بودن که واضحه، یعنی اگه من بیام چنین توزیعمو اینجوری بسازم با تابع f، بیام یه توزیع بسازم، یعنی مثلا به این شکل انتگرال dx، اون fی که باش حالا این تابعی رو ساختم ضرب در اون تابع آزمون من. این واضح خطیه. اگر من جای فی بذارم c1 فی 1 به علاوه c2 فی 2، اون موقع f روی این میشه c1 f روی فی 1 به علاوه c2 f روی فی 2، چون انتگرال یه تابعی خطیه. اینجا واضح. پیوسته بودنش هم خیلی سخت نیست. در واقع من واسه که پیوسته از همون تعریف استفاده کنم. اگه f رو بیام رو فای m اثر بدم یا هر کدوم از مشتقات، خب این طبق این تعریف در واقع یعنی این که بیام f(x) رو فای m هر کدوم از مشتقاتش اثر بدم و بعد بیام حد m به سمت بی‌نهایت اینا نگاه. خب که این ور میشه حد m به سمت بی‌نهایت. حالا این موجود رو نگاه کنیم، این اندازه این یعنی اندازه f فای m k هست اندازه این انتگراله.
ولی این اندازه واقعا لازم نیست از رو کل فضا انتگرال بگیریم، چون تابع آزمون قرار بود فقط توی ناحیه محدودی غیر صفر باشه. برای روی ناحیه محدود دارم انتگرال میگیرم. بنابراین اینجا این انتگراله در واقع کوچکتر مساوی از این انتگرال است. dx fx phi mkx. در واقع من چون این زیر این انتگرال، تو این انتگرال بعضی جا ممکنه بعضی از اینا مثبت یا منفی باشن، ولی اینجا همیشه مثبته. بنابراین بالایی کوچکتر از پایینی هست. خب حالا اما پایینیه این رو باز دوباره من میتونم بنویسم، بیام اینو مقدار ماکسیمومش بگیرم. ماکسیموم این میشه ماکسیموم فای ام کی ایکس. این تو این ناحیه، تو ناحیه حالا من با اومگا ام ها نمایشش بدم، این ماکسیمومش مقداری هست. من اون میتونم انتگرال بیارم. این انتگرال بالاییه باز کوچکتر مساوی اینه. اما قرار بود این یه مقدار محدود باشه، در حد m به سمت بی‌نهایت این به سمت صفر بره، پس این سمت راست میشه صفر. پس در واقع این حد میشه صفر. پس تابع های موضعاً انتگرال پذیر باهاشون حتما میشه توضیح. مثلا یه مثال تابع ثابت. تابع ثابت، تابعی که همه جای مقدار ثابت سیه، این خب رو کل فضا انتگرال پذیر نیست ولی موضعاً انتگرال پذیره. و تابع با این اگه من بیام یه توضیح بسازم، f روی فای میشه dx c فی x. این میشه c انتگرال اون تابع آزمونم. مقدار انتگرال اون متناسب با مقدار انتگرال سطح زیر منحنی اون تابع آزمون میشه. بیایم ببینیم این توابع چه خواصی دارن. یک از اینها خاصیت انتقاله. واسه یه توضیح، اثر اون تابع fx منهای a رو اگر روی فای x اثر بدم، این معادله با اینه که fx رو فای x به علاوه a اثر کنه. این در واقع از چیز واضحه، از تعریف واضحه. الان تو اینجا این رابطه یعنی چی؟ این رابطه یعنی انتگرال fx منهای a فای x dx و انتگرال رو کل فضاست. من اینجا بیام تغییر متغیر بدم، اسم x منهای a رو ببرم به x پریم. این میشه چی؟ f x پریم فای x پریم به علاوه a dx پریم. چون حد هم از منهای بی‌نهایت تا بی‌نهایته هیچ عوض نمیشه، حد عوض نمیشه. خب حالا دوباره اسم x پریم رو بذارم x. این میشه f x فای x به علاوه a dx. پس این رابطه برقرار. اما حالا میتونه آدم سوال کنه که حالا آیا این موجودات، این فای x و علاوه ها تابع آزمونن؟ که واضحه اگر فای تابعی باشه که توی ناحیه غیر صفر باشه و پیوسته و مشتق پذیر باشه، اگه این رو به مقدار انتقالش بدیم، باز دوباره تابعی میشه که توی ناحیه غیر صفر، تو اون ناحیه که منتقل شده است پیوسته و مشتق پذیر. اثر اف هم روش خطیه چون انتگراله. اگر فای ام ایکس ها و مشتق کیو اینا یه حد ام به سمت بی نهایتشون این موجود مساوی صفر باشه، این برای فای ام ایکس به علاوه آ هم برقراره. یعنی دنباله فای ام ایکس به علاوه آ هم یه دنباله پوچ. بنابراین انتقال ما میایم با این رابطه تعریف میکنیم. خب یه خاصیت دیگه مقیاس. این معنیش باز اینه که این رابطه برقراره، همین چیزی که اینجا میبینیم. باز اینو اگه من واسه تابع موضع انتگرال میتونم بنویسم دیگه، میشه dx منهای بی‌نهایت تا بی‌نهایت f آلفا x فای x. خب الان من تو واسه یه بعد این اینی که اینجا تو این رابطه هست بعد فضاست. واسه یه بعدی میشه همون قدر مطلق آلفا. اگه دو بعدی باشه آلفا قدر مطلق آلفا توان 2، n بعدی باشه قدر مطلق آلفا توان n. حالا من واسه یک بعدی این چی میشه؟ بیام همین کارو بکنم. اسم
آلفا ایکس رو بذارم ایکس پریم، یعنی اینجا دی ایکس میشه دی ایکس پریم به آلفا منهای بینهایت تا بینهایت اف ایکس پریم فای ایکس پریم آلفا اون. خب حد اینجا چی میشه؟ حدش اگر آلفا مثبت باشه همین میشه، اگر آلفا منفی باشه این پایینیه میشه مثبت بی‌نهایت، بالاییه میشه منهای بی‌نهایت. که من دوباره میتونم اینجا علامت آلفا در واقع این دو حالت به پیش میاد. اگر آلفا مثبت باشه میشه منهای بی‌نهایت تا بی‌نهایت دی ایکس پریم آلفا اومه الی آخر. اگر آلفا منفی باشه میشه دی ایکس پریم آلفا اوم، ولی واسه آلفایی که منفیه مثبت بی‌نهایت تا منهای بی‌نهایت. خب من اگر این آلفا رو تبدیل کنم به قدر مطلق آلفا، هر دو اینا رو میشه یه جور نوشت منهای بی‌نهایت تا بی‌نهایت دی ایکس پریم به قدر مطلق آلفا، بقیه‌شون هم که اف ایکس پریم فای ایکس پریم آلفا. خب پس از اینجا این رابطه بالا اثبات میشه واسه یه بود، واسه n بودم عین همینه دیگه. آلفا ایکس رو فی ایکس میشه یک روی قدر مطلق آلفا f روی فی ایکس آلفا. خب باز اینو ما الان واسه تابع موزعن انتگرال پذیر این رابطه رو دیدیم. حالا باز دوباره همون قصه که فای ایکس تابع آزمون باشه، فای ایکس آلفا هم تابع آزمونه. اگه دنباله ای از فای ام ایکس ها بسازم، دنباله فای ام ایکس آلفا هم دنباله پوچه و بنابراین این چیز خواص توضیح داره. انتگرال هم هست و خطی. یه رابطه دیگه رابطه مشتق گیری. اون مشتق رو اینجوری تعریف میکنیم که اثر اف پریم روی آلفا مشتقه توزیع مساوی اف روی منهای آلفا میشه. خب الان باز دوباره من بیام اگر رابطه رو بنویسم دی ایکس اف پریم ایکس فای ایکس، این من میتونم این رو انتگرال گیری جزء به جزء بگیرم، میشه اف ایکس فای ایکس منهای بی‌نهایت تا بی‌نهایت منهای دی ایکس اف ایکس فای پریم ایکس. اما فای تابع آزمون بود، در بی‌نهایت و منهای بی‌نهایت صفر بود، متحد با صفر بود. اف هر چقدر هم بزرگ شه مهم نیست، چون در یه تابع در مقدار صفر ضرب شه میشه صفر. پس این میشه منهای این سمت راست بود اف پریم روی فای، این هست اف روی فای پریم. باز همون قصه رو دوباره میشه گفت که فای پریم هم تابع آزمونه، دنباله ای که با فای پریم ام ها هم بسازیم دنباله پوچه و این اف پریم بنابراین یه توزیعه. به این معنی هر توزیعی که با یه تابع موزعن انتگرال پذیر بسازیم مشتقش وجود داره، مشتقش با این رابطه داده میشه، مشتق اون تابعی. خب حالا ما میام اینا رو تعمیم میدیم به هر توزیع دیگه، حتی توزیعایی که از تابع موزعن انتگرال پذیر نیان. توزیع تکیل هم میگیم من میخوام مشتق اون توزیع رو اینجوری تعریف میکنم. در ضمن اینجا من میتونم اف زگندم حساب کنم. اف زگند روی فی میشه در واقع منهای اف پریم روی فی پریم، یعنی یه بار روی این مثل بالا انجام دادم، بعد یه بار دیگه منهای 1 به توان 2 اف روی فی زگند، یا مشتق انوم یه توزیع میشه منهای 1 به توان n اف روی مشتق n. توجه داریم که الان ما میخواستیم که تابع آزمون هامون بی‌نهایت بار مشتق پذیر باشن، بنابراین عملا من این سمت راست رابطه تعریف شده است و سمت چپ رابطه، یعنی مشتق اون توزیع رو حالا من به این ترتیب تعریف کردم. خب و این تعریف رو من میخوام تعمیم بدم به توزیع هایی که از یه تابع موزعن انتگرال پذیر نمیاد. خب مثلا فرض کنیم باید یه مثال بزنیم. تابع ثابت f(x) مساوی ثابت، این الان f پریم چی میشه؟ f پریم روی فای میشه در واقع c روی منهای c روی فای پریم.
یعنی میشه منهای سی منهای بینهایت تا بینهایت دی ایکس فای پریم ایکس. اما این انتگرال بگیرم میشه منهای سی فای بینهایت منهای فای منهای بینهایت. هم فای تو بینهایت صفر هم منهای بینهایت صفر، پس این صفره. بنابراین به این معنی اگر اف ایکس یه تابع ثابت باشه اف پریم x به معنی توزیعی مشتقش صفر، یعنی سی پریم صفر. خب بیام یه توضیح دیگه در نظر بگیریم. مثلا بیام توضیح قدر مطلق x رو بگیریم. فرض کنیم اف x رو بگیریم قدر مطلق x. خب حالا طبق باز این تعریف چی میشه؟ میشه قدر مطلق x پریم روی فای طبق تعریف از منهای خود قدر مطلق x روی فای پریم. اما این انتگرال رو خب میدونیم چی دیگه، میشه منهای بینهایت تا بینهایت قدر مطلق x فای پریم x دی x که واسه x های منفی یعنی هم منهای بینهایت تا صفر قدر مطلق x منهای x. پس میشه دی x فای پریم x و از صفر تا بینهایت خود x، پس این منفیش میمونه، میشه صفر تا بینهایت دی x فای پریم x. خب اما این چی میشه؟ اینو باز انتگرال جزء به جزء ما میتونیم انجام بدیم. یعنی یه بار اینو بندازیم رو این میشه x فای x از منهای بینهایت تا صفر منهای بینهایت تا صفر دی x فای x. جمله دوم میشه منهای x فای x از صفر تا بینهایت به علاوه صفر تا بینهایت دی x فی x. خب الان نگاه کنین این جمله اول تو صفر x صفره تو منهای بینهایت فای x، پس این میشه صفر. اینم همین تو صفر x صفره تو بینهایت فای x، پس این رو میشه اینجوری نوشت منهای بینهایت تا بینهایت دی x فای x به علاوه صفر تا بینهایت دی x فای x. الان نگاه کنین میتونم بنویسم منهای بینهایت تا بینهایت دی x SGN x ساین x فی x. الان نگاه کنیم وایستا x های منفی میشه منهای یک، این منهای بینهایت تا صفر بود. واسه x صفر تا بینهایت یک ساین x هم یک، یعنی پس قدر مطلق x اگر ازش مشتق این بودش قدر مطلق x مشتقش روی فای. از مقایسه این دوتا نتیجه میگیریم که مشتق قدر مطلق x هست SGN x. خب که SGN x چیه در واقع؟ SGN x هست یک برای x های مثبت منهای یک برای x های منفی. واسه x مساوی صفر هم در واقع هیچ اهمیتی نداره چون این زیر این انتگرال تعریف میشه. وقتی من انتگرال میگیرم تو یه نقطه اگه اون تا محدود باشه دیدیم که انتگرال اندازش صفره، برای هیچ اهمیتی نداره. برای من میتونستم اینجا واسه هر کدوم از اینا مساوی هم بذارم تو نقطه صفر. خب حالا میتونه آدم سوال کنه مشتق SGN این چیه به عنوان توضیح؟ اینو رو فای x اثر بدیم چی میشه؟ خب این چی میشه؟ این طبق تعریفات میشه منهای بینهایت تا بینهایت SGN x فای پریم x دی x طبق تعریف مشتق من اینجوری تعریف کردم دیگه. در ضمن توجه داریم که حالا این تابع یه تابع ناپیوسته است، ولی واسه این تابع ناپیوسته من میخوام یه مشتق تعریف کنم به عنوان توضیح. البته خب این چی میشه؟ این میشه منفی واسه x های منفی ساین x منفیه که پس میشه مثبت منهای بینهایت تا صفر فای پریم x دی x واسه x های مثبت ساین x مثبت یکه، پس میشه منهای صفر تا بینهایت فای پریم x دی x. اما این موجود چیه؟ این هست فای صفر منهای فای منهای بینهایت منهای فای بینهایت منهای فای صفر.
الان فای بی نهایت که صفره، اینم که صفره، این میشه فای صفر به علاوه فای صفر میشه 2 تا فای صفر. پس مشتق ساین یعنی اثر ساین ایکس رو فای، اگر از این من مشتق بگیرم، این برابر با 2 برابر یه چیزی که رو فای به من میده 2 تا فای صفر که اون رو اسمش میذارم دلتا. حالا میتونم اینجا دلتای صفر بذارم، یعنی مقدار تابع در نقطه صفر بهم بده، یا دلتا ایکس میتونم بذارم. خب بنابراین اینجوری شد. الان تابع قدر مطلق x پیوسته بود، این تابعی به این شکل خودش تابعش پیوسته است. مشتق این شد ساین x. ساین x تابعی که اینجا یکه، اینجا منهای یکه، ساین x هم مشتقش ازش این در واقع هست 2 تا دلتا x که قدر مطلق x خودش پیوسته است، مشتقش ناپیوسته است، مشتقش میشه ساین x به عنوان توضیح، و ساین x حتی تابعش هم ناپیوسته است، مشتقش هم تو اون تابع به معنی چیز وجود نداره، ولی به معنی توضیح مشتقش هست تابع دلتا. حالا آدم میتونه بپرسه دلتا پریم x چیه؟ حالا همین رو من میخوام تعمیم بدم، میگم چجوری؟ میگم دلتای x روی فای به من میداد فای صفر. حالا میخوام ببینم دلتا پریم رو فای چی میشه. این رو من اینجوری تعریف میکنم، میگم هست منهای دلتا روی فای پریم x که این یعنی چی؟ منهای فای پریم صفر. پس در واقع من مشتق تابع دلتا رو تعریف میکنم که اثرش رو فای معادل با منفی مشتق اون تابع در نقطه صفر. بیا اون یکی خواص چیزم نگاه کنیم. من الان دلتای x رو فای شد فای صفر. حالا دلتای رو فای x، حالا دلتای x منهای x صفر رو فای x چی به من میده؟ میام همون خاصیت انتقال واسه اینم در نظر میام، این برابر با دلتای x رو فای x به علاوه x صفر که این چی به من میده؟ میده x رو میذارم صفر، میده فای x. یا مقیاس و دلتای آلفا x رو فای x، این در واقع هست 1 روی قدر مطلق آلفا فای صفر. میتونم دلتای تابرم داشته باشم که این دیگه باشه بسید جلسه بعد.